آفلاتوکسین در ایالت بنو نیجریه تخمین زده میشه که همراه با تعدادی از غلات و حبوبات احتمال به بروز سرطان اولیه کبد و در 152.7 و 61.1 سرطان در سال بر اساس 100,000 نفر رو افزایش میده در جمعیت نوزادان و کودکان به ترتیب که اینها افزایشش مشاهده شده و این مطالبه منظور بررسی پیامدهای برخی از روش‌های زراعی و آلودگی گازهای آفلاتوژنیک و آفلاتوکسین کل در تولید ذرت در ایالت بنو انجام شده که 2 نمونه ذرت قبل از برداشت و پس از برداشت از 3 محل در ایالت بنو جمع‌آوری شده و در جداسازی و شناسایی قارچ‌ها در محیط ساپرودو سپوس کشف داده شده. مقدار رطوبت و غلظت کل آفلاتوکسین در نمونه‌های خشک‌شده قبل از برداشت